بینندگان عزیز، پس از پخش برنامه سرخطهای خبرهای مهم تاجیکستان، بیشتر از همه مهاجران را مسئله بازگردانی مهاجران تاجیکستان از مسکو و روسیه بیشتر توجه اونها را جلب کرد، چون که امروز طوری که در سرخطها ما گفتیم سروزیران تاجیکستان و روسیه قاهره رسولزاده و میخائیل میشوستین گفتگوی تلفنی داشتن و همین مسئله را اونها مطرح کردن و ما کوشش میکنیم که جزئیات اینا برای شما پخش کنیم و همکارم عبدالله شروع بی‌واسطه به همین موضوع مشغول است. عبدالله به کجا رسیدید شما؟ سلام همکاران، سلام بیننده ارجمند. امروز واقعا این مسئله در گفتگوی تلفنی نخست وزیران روسیه و تاجیکستان مطرح شد. پس از این گفتگو ما با مقامداران بلندپایه تاجیکستان که روابط تاجیکستان و روسیه را تنظیم میکنند هم صحبت شدیم. آنها درباره بازگردانیدن و یا باز نگردانیدن مهاجران کاری تاجیک در روسیه چه گفتند؟ بیننده ارجمند پیشنهاد دارم بعد کمتر از 2 ساعت دیگر در پخش زنده در برنامه اخبار ببینید، در اونجا در این باره برای شما مفصل اطلاع خواهیم داد. تشکر عبدالله. شما با یکی از مقام‌های تاجیکستان تقریبا ما دیدیم صحبت گفتگو داشتید، به کجا رسید؟ چی مسئله مطرح؟ بله، او در این باره مفصل گفت و پیشنهاد میکنم تفصیلات رو در برنامه اخبار خواهیم داد. بینندگان عزیز، این تفصیلات و جزئیات را شما در برنامه اخباری تاجیکستان خواهید دید و با هم تماشا میکنیم. شما را همراهی کنید.